فصل 3 بخش اول. مسائل مهم را مشخص کنید. لطف می‌کنید بگویید از اینجا به بعد باید کدام مسیر را در پیش بگیرم. کت گفت تا حد زیادی بستگی به آن دارد که دوست داشته باشید به کجا برسید. لوئیس کارول. از مسافرت با هواپیما متنفرم. هرگاه کسی به من پیشنهاد سفری هوایی چه طولانی و چه کوتاه را می‌دهد، معمولا با گفتگوهای ذهنی درباره اینکه به آن سفر بروم یا نه خودم را آزار میدهم. تقریبا هیچ وقت پیش نیامده که فوراً چنین پیشنهادی را قبول کنم، حتی اگر با تمام وجود یا حداقل تا حدی دلم بخواهد به آن سفر بروم. از آنجا که سفر با هواپیما برایم کاملا عذاب‌آور است، همیشه از پذیرفتن چنین پیشنهادهایی صرف نظر میکنم. وقتی آلی دوستم به سفر رفت متعجب شدم. آخرین باری که او را دیدم دچار پرواززدگی شدیدی شده بود، زیرا به تازگی از سفر کوتاه مدت تایلند بازگشته بود. او طی پروازی 13 ساعته دقیقاً به نیمه دیگر کره زمین سفر کرده بود تا فقط 4 روز آنجا اقامت داشته باشد. همیشه کنجکاوم بدانم چه چیزی افراد را وادار به آن پروازهای 13 ساعته می‌کند. از آنجایی که مطمئن نیستم خودم بتوانم این کار را انجام دهم، گمان می‌کنم آنچه در مقصد انتظارشان را می‌کشد باید واقعاً ارزش به جان خریدن این همه سختی را داشته باشد. آن زمان من و ویل مرتب با یکدیگر بحث می‌کردیم که آیا خودمان هم به سفری طولانی برویم یا نه. البته طولانی برای ما. داشتیم فکر می‌کردیم که دسامبر به اسکاتلند سفر کنیم و گرچه این طولانی‌ترین پرواز ما ممکن بود فقط 9 ساعت طول بکشد، طبق معیارهای من باز هم خیلی طولانی بود. مدت‌ها پیش از آنکه آلی را ببینم درباره این سفر مردد بودیم. دلم می‌خواست به آن سفر بروم، اما دوست نداشتم سوار هواپیما شوم و همین موضوع مانع موافقت من برای رفتن به آن سفر می‌شد. می‌دانستم که دارم بیش‌اندیشی می‌کنم، زیرا به جای آنکه به حل آن مشکل بپردازم، ذهنم را درگیر ناخوشایند بودن آن سفر و زمانبندی نامناسبش کرده بودم. با آن سفر مشکلی نداشتم، اما برای سوار شدن به هواپیما دلیل قانع کننده‌ای نیاز داشتم. نمی‌دانستم چطور باید تصمیم گیری کنم. از کجا می‌دانستم این سفر ارزش رفتن دارد یا نه؟ اما حالا آلی راهی تایلند شده بود. او قبلا چندین بار سفر کاری رفته بود و تمایلی نداشت بیش از حد ضرورت شهر را ترک کند. با وجود این اکنون با سفری طاقت فرسا به آن سوی کره زمین موافقت کرده بود. چرا؟ با در نظر گرفتن تصمیم‌های تردیدآمیزی که درباره سفر به اسکاتلند در ذهنم جا خوش کرده بود، در دیدار با آلی به او گفتم که از سفر هوایی متنفرم و با شنیدن مقتضیات سفر او تحت تأثیر قرار گرفتم. از او پرسیدم آیا تصمیم گیری برای رفتن به این سفر سخت بود و انتظار شنیدن بله محکمی را داشتم. او گفت ابداً. وقتی از این سفر مطلع شدم ضرورتی ندیدم که بخواهم درباره‌اش فکر کنم. حتی منتظر شنیدن جزئیات هم نشدم. فقط گفتم بله بزن بریم. چطور چنین چیزی ممکن بود؟ نمیتوانستم باور کنم. تا آنجا که میدانستم آلی اینجور تصمیم‌ها را به آسانی نمیگرفت. او ذاتاً از آن آدم‌هایی است که کاری را بدون فکر قبلی انجام نمیدهند. این بار برخلاف ما که مدام برای رفتن به سفر بحث داشتیم، او کاملا در این باره مصمم بود و واقعا تحت تأثیر قاطعیتش قرار گرفتم. یعنی چطور میتوانست اینقدر مصمم باشد؟ ارزش‌های ما میتواند تصمیم‌هایمان را به جریان بیاندازد. آلی گفت انتخاب رفتن به آن سفر آسان بوده، زیرا نیازی نبوده به آن فکر کنه. مدت‌ها پیش تصمیم واحدی گرفته که تا به امروز تصمیم‌هایش را چه بزرگ چه کوچک تحت تاثیر قرار داده است و سفر تایلند هم یکی از این موارد بوده. آلی توضیح داد که تصمیم‌های امروزش خود به خود از ارزش‌های محوریش نشأت می‌گیرند.
او تصمیم گرفته بود تصمیم‌گیری‌های آینده‌اش را بر اساس آن ارزش‌ها استوار کند. آلی گفت چند سالی زندگی زناشویی خشونت‌آمیزی داشته، اما به لطف دوستان صمیمی و شبکه‌های حمایتی توانسته خودش را از آن زندگی نجات دهد. آلی به خاطر گذشته‌اش امروز برای کمک به زنان قربانی خشونت فوراً دست به کار می‌شود تا بتواند کمکی را که در گذشته به او شده جبران کند. هر زمان فرصتی پیش بیاید تا بتواند به زنانی خدمت رسانی کند که به هر شکل مورد سوء استفاده یا بی‌توجهی قرار گرفتند یا به نوعی مورد خشونت واقع شدند، با باز کردن دست چک و شرکت در رویدادهای خیریه، ملاقات با فردی غریبه و گفتگو در این باره و حتی موافقت با سفری به آن سوی جهان در این امر سهیم می شود. هرگاه از او دعوت شود تا برای حمایت، آماده سازی و توانمندسازی زنانی پا پیش بگذارد که مورد سوء استفاده یا آزار و اذیت قرار گرفتند یا بازیچه دست کسی شدند، آلی موافقت خود را اعلام می کند، حتی اگر لازم باشد برنامه‌های کار و سفرش را تغییر دهد یا حتی اگر هزینه چنین کار خیری زیاد باشد. از آنجا که زندگی آلی روی این ارزش‌های کلی بنا شده است و این ارزش‌ها را آگاهانه سر لوحه تصمیماتش قرار می‌دهد، نگران نیست که زمان، پول و نیرویش را به چه چیزهایی اختصاص می‌دهد. وقتی پای انتخاب زنانی به میان می‌آید که مورد سوءاستفاده یا بی‌توجهی قرار گرفتند یا به نوعی آزار دیدند، به ندرت پیش می‌آید که درباره آنچه باید انجام دهد دچار سردرگمی شود. به همین ترتیب وقتی ما نیز در زندگی دید کلی‌تری داشته باشیم، بسیاری از تصمیم‌گیری‌های پیش رو آسان‌تر می‌شوند. زیرا برای آن تصمیم‌گیری‌ها چارچوب قابل اطمینانی در اختیار داریم و تصمیم واحدی گرفتیم. یعنی با تعیین همان ارزش کلی، بدون آنکه تصمیم‌هایمان را زنجیره‌ای بی‌پایان از تصمیم‌های مجزا بدانیم، می‌توانیم آنها را جزئی از کل در نظر بگیریم. وقتی تصمیمی با ارزش‌های ما سر و کار داشته باشد، نیازی نیست خیلی به آن فکر کنیم. با ایجاد نظم در دنیای درونمان، می‌توانیم راه خود را به سمت دنیای خارج در یک مسیر درست پیدا کنیم. این ارزش‌ها در طول زندگی ما را در امور مهم یا روزمره راهنمایی می‌کنند. فرقی نمی‌کند که قرار است به تایلند برویم یا به خاربار فروشی. آنچه انجام می‌دهیم می‌تواند خیلی راحت از شخصیتمان نشأت بگیرد. ارزش‌های ما چگونه بر تصمیم‌گیری‌هایمان تأثیر می‌گذارد؟ همه ما روزانه با تصمیم‌های بیشماری مواجه می‌شویم. برخی از این تصمیم‌ها مانند پرواز بر فراز اقیانوس‌ها مهمند. برخی از آنها مربوط به مسائل روزمره، مثل انتخاب غذایی برای بعدشان. شماری از تصمیم‌ها گریزناپذیرند و برخی از تصمیم‌ها را ما خودمان به زندگیمان دعوت می‌کنیم. اما همه این تصمیم‌ها نیازمند توجه ما هستند. می‌توانیم با تعیین آنچه برایمان حائز اهمیت هستند و بهره‌گیری از نگرش ارزش محور این تصمیم‌ها را کارآمدتر کنیم. ارزش‌های ما می‌توانند تصمیم‌های بزرگ، کوچک، کوتاه‌مدت یا بلندمدت را تعیین کنند. ارزش‌های ما می‌توانند به اهداف ما شفافیت ببخشند. وقتی با افرادی حرف می‌زدم که شیوه تصمیم‌گیری‌شان را تحسین می‌کردم و می‌دانستم که بیش‌اندیش نیستند، برایم عجیب بود که آنها هم اغلب همان واژه را به کار می‌برند. ارزش‌ها یا ارزش محوری. آنها با بیان اینکه تلاش می‌کنند بر اساس آنچه هستند و آنچه برایشان حائز اهمیت است تصمیم گیری کنند، دقیقاً شبیه آلی به نظر می‌رسیدند. تعیین این ارزش‌ها اهداف ما را مشخص می‌کند و راه نفوذ علف‌های هرز تصمیم‌های هر روزه و یکنواخت را به درون این اهداف می‌بندد. مثالی می‌زنم تا متوجه شوید در امان ماندن از شر این علف‌های هرز به چه می‌ماند.
اوایل امسال موقعیت خوبی نصیب ما شد و لازم بود من و ویل از میان 2 گزینه تحصیلی مناسب برای یکی از فرزندانمان یکی را انتخاب کنیم. از این رو درگیر این مسئله شده بودیم چطور میتوانستیم متوجه شویم کدام یک از گزینه‌ها برای ما بهتر است. به همین دلیل نظر یکی از دوستانم را که معلم بازنشسته دبستان بود جویا شدم. او گفت نمیتوانم به شما بگویم چه کار کنید، اما میدانم خودم در چنین موقعیتی چطور تصمیم میگیرم. او وقتی میان انتخاب 2 گزینه دچار تردید میشود، همیشه گزینه‌ای را در اولویت قرار میدهد که به خانه‌اش نزدیکتر است. زیرا دوست دارد تا حد امکان زندگیش در محله ریشه داشته باشد. حقیقتا دوست دارد همسایگانش را بشناسد و دلش نمیخواهد زندگیش به شکلی باشد که برای رفتن به سر کار ناچار باشد مدام با خودرو رفت آمد کند. بنابراین هنگام تصمیم گیری میان چند گزینه نزدیکترین گزینه به خانه را انتخاب میکند. مگر آنکه دلیل قانع کننده‌ای وجود داشته باشد که این کار را انجام ندهد. برای تصمیم‌های بزرگ مانند انتخاب مدرسه و تصمیم‌های کوچکتر مانند جایی که می‌خواهید خالبار تهیه کنید یا موهایش را کوتاه کند یا پیدا کردن باشگاه کتابخوانی نیز همین قضیه صادق است. دوست دارد زندگی اجتماعی داشته باشد. حضور دیگران را در زندگیش لمس کند و از موقعیت‌هایی همچون ملاقات اتفاقی با همسایگانش وقتی می‌خواهند همگی با یک خودروجایی بروند یا دیدار اتفاقی با دوستان عضو باشگاه کتابخوانی در خالبار فروشی استقبال می‌کنند. وقتی دوستم ارزش‌های کلی‌اش را درباره اجتماعی که در آن زندگی می‌کند توضیح داد، دریافتم که من و ویل نیز دقیقاً برای همین مسائل ارزش قائلیم و به نشانه موافقت سرم را تکان دادم. در حقیقت چند سال پیش به این دلیل به خانه فعلیمان اسباب کشی کردیم که موقعیتش مشخصاً با ارزش‌های ما همخوانی داشت. به دنبال جایی بودیم که دسترسیش بدون نیاز به خودرو آسان باشد. به مکان‌هایی که پیش از آن اوقاتمان را در آنجا سپری می‌کردیم نزدیک باشد و تنوع نژادی و اجتماعی اقتصادی داشته باشد. وقتی دوستم انتخاب‌های تحصیلی خانواده‌اش را شرح داد، متوجه شدم ارزش‌های مشترک ما درباره اجتماعی که در آن زندگی می‌کنیم می‌تواند تصمیم‌های تحصیلی خانواده‌ام را هم در مسیر صحیح هدایت کند. و از این رو انتخابی که پیش از آن برایمان مشقت‌بار بود ناگهان بسیار آسان‌تر شد. بنابراین امسال پسرم در مدرسه جدیدی ثبت نام کرد که فقط چند ساختمان طرفتر از خانه‌مان است. اکنون وقتی به مدرسه می‌رویم خانواده‌هایی را ملاقات می‌کنیم که در همسایگی‌مان هستند و فرزندانشان به همان مدرسه می‌آیند یا اتفاقی با آنها در کتابخانه برخورد می‌کنیم. این انتخاب در خانواده به ما احساس رضایت می‌دهد زیرا بازتابی از مسائلی است که برای ما با ارزش هستند. ارزش‌های ما بر نحوه استفاده از زمان و پولمان تأثیر می‌گذارد. با بهره‌گیری از شیوه تصمیم‌گیری ارزش‌محوری می‌توانیم عملاً منابعمان را به چیزهایی اختصاص دهیم که بیشترین ارزش را برایمان دارند. در خانواده ما برای من و ویل حضور در مراسم اجتماعی جزء ارزش‌هایمان محسوب می‌شود. البته همیشه اینطور نبوده. ابتدا لازم بود که این ارزش را کشف کنیم سپس آگاهانه هنگام تصمیم‌گیری بر آن تکیه کنیم. سالها پیش وقتی دعوت شدیم تا با دوستان همکلاسیمان که از مدت‌ها پیش آنها را ندیده بودیم دیدار داشته باشیم با تردید به محقق کردن این ارزش پرداختیم. به آنها گفتیم که به اعتقاد ما اگر زمان، پول و انرژی صرف دیگران شود یعنی خوب از آن استفاده شده است و هیچ چیز جای دیدار حضوری را نمیگیرد. برای اینکه آگاهانه این ارزش را محقق کنیم میدانستیم که باید به این سفر برویم. هرچند زمانبندیش نامناسب بود و بعضی از فرزندانمان هنوز نیاز به
پوشک و خواب نیمروز داشتند و شبها زود میخوابیدند. یک بار یکی از دوستانم گفت اگر برایت مهم باشد میروی و اگر برایت مهم نباشد نمیروی. این جمله کوتاه قانون تخطی ناپذیری نیست، بلکه قانون دم دستی است. در این سالها هرگاه با انتخابات مشکلی مواجه شده‌ایم، فوراً این جمله به ذهن ما خطور کرده است. از وقتی حضور در مراسم را ارزش کلی در نظر گرفتیم، آن انتخاب‌های مشکل برایمان بسیار آسان‌تر شدند و اکنون دیگر به این روش تصمیم‌گیری عادت کردیم، بی‌آنکه بحث‌های بی‌پایانی داشته باشیم که آیا ارزشش را دارد. برای شرکت در مراسم عروسی به سفر می‌رویم. اخیراً چند تا بلیت گرانقیمت هواپیما خریدیم تا در دورهمی خانوادگی با وجود اینکه بی‌موقع است شرکت کنیم، زیرا چیزی جای آن دورهمی‌ها را نمی‌گیرد. و وقتی دوستانی از ما دعوت کردند تا در یک رویداد مهم خانوادگی صدها کیلومتر آن طرفتر شرکت کنیم، فقط چند دقیقه طول کشید تا تصمیممان را بگیریم. ما می‌توانستیم به آن سفر برویم، بنابراین رفتیم. گاهی با دوستان قدیمی که خیلی دور هستند ملاقات می‌کنیم، نه برای شرکت در مراسم عروسی یا فارغ التحصیلی، بلکه فقط برای اینکه دور هم باشیم. در کارم نیز این ارزش را اعمال می‌کنم. دیدار با دوستان و همکاران نویسنده‌ام را نیز هم در شهر خودم و هم در سایر شهرها در اولویت قرار میدم، زیرا هیچگاه از تلاش برای اینکه شخصا با دوستانم دیدار داشته باشم پشیمان نشدم. ما فقط در مناسبت‌های مهم حاضر نمی‌شویم، بلکه با توجه به تجربه‌ای که درباره اهمیت حضور در گردهمایی‌ها داریم تلاش می‌کنیم حتی در برنامه‌های کوچک نیز شرکت کنیم. وقتی کسانی که دوستشان داریم مراسمی برپا می‌کنند، سعی می‌کنیم حاضر شویم تا با هم مراسم را برگزار کنیم. وقتی کسانی که دوستشان داریم از مشکلی رنج می‌برند، حتی اگر نتوانیم مشکل را حل کنیم، سعی می‌کنیم برای کمک به آنها حضور داشته باشیم. اگر برایتان مهم باشد می‌روید. ناگفته نماند که نمی‌توانیم این ارزش را به طور کامل محقق کنیم، زیرا هر قدر هم به این موضوع اهمیت دهیم، گاهی نمی‌توانیم در همه برنامه‌ها حضور پیدا کنیم. گاهی حضور در برخی گردهمایی‌ها و موقعیت‌ها نیازمند هزینه بسیار گزافی است یا به لحاظ منطقی غیر ممکن است، مانند زمانی که 2 نفر از دوستانمان در یک هفته در 2 شهر مختلف ازدواج کردند. اما تا آنجایی که بتوانیم تلاشمان را می‌کنیم و خیلی اوقات برنامه‌هایمان را از نو ترتیب می‌دهیم تا بتوانیم افرادی را که برای ما مهمند ملاقات کنیم. وقتی پای مراسمی به میان می‌آید، بیش از حد برای حضور در آن تمایل نشان می‌دهیم. خب، ارزش‌های ما می‌توانند تعیین کنند که توجه و نیروی خود را کجا متمرکز کنیم. ارزش‌های ما می‌توانند بر آنچه در اولویت قرار می‌دهیم، آنچه درباره‌اش فکر می‌کنیم، کتاب‌هایی که برای مطالعه انتخاب می‌کنیم، اخباری که به آن توجه می‌کنیم و موضوعاتی که خود را متعهد می‌دانیم تا به آنها اهمیت دهیم تأثیر بگذارند. مثلا اگر جزء ارزش‌هایتان باشد که در سطحی ملی و محلی شهروندی مطلع و آگاه باشید، پس این ارزش‌گذاری باید اثر خودش را بر زندگیتان نشان دهد. احتمالا خبرنامه‌های محلی را می‌خوانید تا آگاهیتان نسبت به وقایع محلی بروز باشد. با همسایگانتان درباره اتفاقهایی که در اطرافتان پیش می‌آید گفتگو می‌کنید یا مشترک یکی از خبرنامه‌های معتمدتان می‌شود و طبق برنامه منظمی آن را می‌خوانید. اینها همه روش‌هایی هستند برای محقق کردن این ارزش. من دریافتم محقق کردن ارزش‌هایم وقتی آنها را در دست توجهم قرار می‌دهم آسان‌تر می‌شود. یکی از روش‌های محبوب من برای این کار خواندن آثار غیر داستانی است. برای آنچه توجهم را بر آنچه می‌خواهم متمرکز نگه دارم، درباره مسائلی مطالعه می‌کنم که برایم مهمند.
از نظر من مطالعه کار مفیدی، زیرا هر قدر ارزش‌هایم برایم شفاف‌تر باشد، کارهایم را آسان‌تر بر اساس هدف اصلیم پیش میبرم. مثلا یکی از ارزش‌های من این است که مادری باشم دلسوز و همیشه آماده کمک به فرزندانم و هرگاه مشغول خواندن کتاب خوبی درباره روابطی از این دست میشوم، مثلا کتاب به شدت شجاعانه اثر برن براون، با سازوکارهای درونی خودم هماهنگ میشم. یکی دیگر از ارزش‌های من این است که برای پیشرفت در مهارتی که دارم سخت تلاش کنم و وقتی کتاب خوبی مانند پیشنویس شماره 4 اثر جان مکفی را در این زمینه میخوانم، حتی اگر تمایلی به نوشتن نداشته باشم سرشار از انگیزه میشوم، آنقدری که روی صندلی بنشینم و بنویسم. یا مثلا مراقبت از بدنم جز ارزش‌هایم است و وقتی کتابی درباره تغذیه و ورزش می‌خوانم انگیزه کافی برای تغذیه مناسب و تحرک را می‌یابم. خب اعتبارسنجی ارزش‌های من به نظر این بخش اولش تا همینجا باشه. ببینید بچه‌ها این کتاب یکم ترجمهش یه جوریه، خب نمیدونم دقت کردی یا نه، یکم اون لب کلام سنگین به دست میاد از این کتاب. یعنی من خودم این کتاب رو میخونم یکم باید بیشتر تلاش کنی بفهمی چه اتفاقی داره میفته. احساس میکنم ترجمهش سخت بوده یا نمیدونم، ولی خب توی این فصل فهمیدیم چون ارزش‌های ما مشخص میکنه که چه کاری انجام دهیم، به مهمونی بریم نریم. یعنی اینکه توی چیزی گیر میکنیم نشون میده که ارزش هامون رو هنوز برای خودمون مشخص نکردیم. وقتی ارزش هامون مشخص میشه اصلا دیگه نیازی نیست گیر کنیم جایی. و خب مشخصا سریع باید یه تصمیمی رو بگیریم اگه ارزش هامون مشخص بشه. فصل 2 بود، گفت که یعنی فصل 2 این بود که لب کلامش این بود که در واقع شما وقتی میخوای به یه جواب درست قطعی برسی هیچ وقت به اون جواب نخواهی رسید. شما قرار نیست به جواب کاملا درست برسی. اگه تعداد جوابهاتو خیلی زیاد کنی، خیلی زیاد فکر کنی، گیج میشی، توش گم میشی اصلا. یعنی کتاب اونجا یعنی بخوای به یقین برسی در واقع داری از اون نکته اصلی دور میشی. فکر کردن خوبه در مسائل خیلی مهم، خیلی فکر کردن هم خوبه. توی مسائل پیش پا افتاده خیلی فکر کردن اذیتمون میکنه. بعضی جاها مثلا که جواب یکی رو بدیم ندیم، خب اینا توی این موارد بیش‌اندیشی کردن خوب نیست. بعد حالا راهکارهایی که داده بود نمیدونم واقعیت سنجی و کمالگرایی رو دور کنید و حرکت رو آغاز کنید و به خودتون اجازه شکست بدید، اینکه بریم ببینیم چی میشه رو توی فصل 2 گفت. امتحان کنیم ببینیم چی میشه. یه همچین روش‌هایی رو گفته بود که ازش خلاص بشیم. و توی فصل 1 حالا اسمش اینه که این فرایند را به جریان بیندازید و تیتراش اینا بودن: باید باور کنید که میتوانید تغییر کنید، خودتان را طور دیگری توصیف کنید، چگونه نگرشم را نسبت به خودم تغییر دادم،
می توانید راهکارهایی را برای جلوگیری از بیش‌اندیشی بیاموزید. اون نگرش نسبت به خود رو بیشتر مد نظر قرار داده. یکی دیگه از تیتراش اینه: برای همیشه دشوار نمیماند. یعنی یه کار ممکنه اولش سخت باشه ولی خب وقتی انجام میدی دیگه آسون میشه. خیلی تاکید داشته روی اینکه هر بار یک گام کوچک و این هر بار یک گام کوچک رو من تو هر کتاب روانشناسی میبینم. خیلی نکته مهمی. پس از فصل 1 میشه این استنباط کرد که نگرش ما نسبت به خودمون باید درست بشه، اصلاح بشه و اینکه هر باری گام کوچیک برداریم برای یه کاری و این خیلی میتونه کمک کنه و اینکه همیشه یه چیزی سخت نمیمونه. بعضی چیزا مثلا ما میخوایم یه کاری شروع کنیم انقدر تو ذهنمون سخت در نظرش میگیریم که هیچ وقت اون کار رو انجام نمیدیم و همیشه هم بهش فکر میکنیم. خب توی این موارد دو تا نکته که اینجا هست اینه که میگه همیشه دشوار نمیمونه و هر بار یک گام کوچک بردار. فصل 2 هم گفتیم. حالا در فصل 2 علل فلج تحلیل و اینا رو گفته بود. حتی ببینید چیزی که تو این کتاب بهش تو فصل 2 خیلی تاکید میکنه کمال جرایی و کمال جرایی میتونه پدر آدم رو در بیاره. من خودم قبل این کمال جرایی شدید بودم، به خاطر همین هیچ کار نمیتونستم بکنم. همین الان هم که دارم این پادکست رو براتون تهیه میکنم خیلی از مواقع به ذهنم میزد بابا من خیلی بعضی جا توپو میزنن، من شاید اصلا به درد این کار نمیخورم، ولی این نگرش رو تغییر دادم. تو قرار نیست تو خیلی خوب باشی قراره تو این کتاب رو بخونی بذاری اونجا بالا، به قول همین کتاب هرچی شد تو میخونی میذاری اونجا. یه سری خوششون میاد، یه سری خوششون نمیاد، طبیعیه. تو از وقتی از شکم مادرت بیرون اومد که پادکست کریئتور نبودی که، اومدی علاقه داشتی میخوای این کار رو انجام بدی، دوست داری این کار رو انجام بدی، تمام. قرار نیست یه کاری کامل انجام بدی که به قول فصل 2 همین کتاب به خودتان اجازه شکست بدهی. اصلا اون شکسته که باعث میشه که تو بهتر بشی. توی کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها میگیم آقا هر کی بیشتر شکست بخوره بیشتر برنده تره. خیلی چیز جالبیه اصلا اون کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها. من اونم میذارم پادکستشو همینجا همین کانال. و پس فصل 3 اینه که مسائل مهم را مشخص کنید. فصل 2 مراقب آنچه انجام میدهید باشید و مراقب آنچه انجام میدهید باشید عنوان خوبی برای فصل 2 نیست. انگار منظورش اینه که کمالگرا نباشیم، حرکت آغاز کن بزن بریم. منظورش اینه let's go. هزار شکست بخوریم، منظورش اینه. پس فصل 1 هم گفتیم که به چی اشاره داره. نگرش به خود و در واقع هر بار یه گام کوچیک برداریم. حالا فصل 4 این کتاب مربوط به کار امروز را به فردا مسپاره، ولی خب ما هنوز یه بخش دیگه داریم که فصل 3 رو تموم کنیم. و این کتاب از 3 بخش تشکیل شده. بخش اول که 4 فصله، خود را برای رسیدن به موفقیت آماده کنید. بخش دوم جسور باشید که
اینم 4 فصله و بخش سوم بگذارید آفتاب به درونتان بتابد که اینم 5 فصله. خب اینم از این.